اگر صدا خوبه، صدا رو میشنوید، یه علامتی، یه چیزی بگین که اوکی. خیلی ساکت بودین. محمد جان سلام. خب بچه توی ترید مهمترین عاملی که توی یک ترید وجود داره مسلماً بحث سرمایه است. بحث سرمایه اولیه است. این که من چقدر سرمایه اولیه، مثل هر کار دیگه، مثل هر شغل دیگه، شما باید یک سرمایه اولیه برای ترید داشته باشید و بیان یک برنامه ریزی تقریباً 3 الی 5 سال انجام بدین تا به یک هدف مشخصی در معامله‌گری خودتون برسید. پس ما اینجا یک عامل خیلی مهم داریم به اسم هدف و سرمایه اولیه. دو عامل بسیار مهمی که بعضاً اصلا بهش دقت نمیشه. من وقتی میخوام یک شغل شروع کنم باید بگم آقا چقدر پول دارم، چقدر سرمایه دارم و در مدت 3 سال میخوام این سرمایه‌مو به چقدر برسونم. این رو برای خودتون کاملا مشخص بکنید که من قراره در طول این حالا 2 سال 3 سال چقدر سرمایه‌مو رشد بدم، چقدر قراره پیشرفت کنم، در ترید قراره به کجا برسم. پس هدف گذاری خیلی مهمه. این که من بیام یک مسیری رو برای خودم هدف گذاری بکنم و طبق اون مسیر قدم بردارم. حالا چرا میگم 3 سال 5 سال؟ ببینید شما کسی که میگه مثلا من $1000 سرمایه دارم، خب و میخواد سرمایهش رو بیاد در عرض 3 سال مثلا برسونه به $10,000، یعنی عملاً سرمایهش 10 برابر کرده. چنین شخصی در مدت 3 سال با یک میزان ریسک و یک نوع استراتژی هایی باید جلو بره که عملاً بتونه اون شخص رو در 3 سال برسونه به این عدد. گاهن استراتژی های پر ریسک به درد نمیخوره. گاهن شما برای این که مثلا شما برسید به 10,000 یک ریسک مثلا 0.5% حساب میکنین توی معاملاتتون، در طول 3 سال 0.5% که توی معاملاتتون ریسک بکنید با 2 تا استراتژی میتونید به این هدف برسید. حالا اگر این سرمایه اومد شد 100,000، عملا این قرار بشه 100 برابر. اون موقع استراتژی و سیستمی که شما برای این موضوع تعریف میکنید میشه یک سیستم و استراتژی سنگین‌تر و عملاً پر ریسک‌تر. پس من تریدر خیلی مهمه که در ابتدای کارم که میخوام معاملاتمو شروع بکنم بدونم چقدر دارم و میخوام به چقدر برسم. انتظاری که از همتون دارم اینه که بعد از این جلسه یک کاغذ جلوی خودتون بذارین، برای خودتون بنویسید آقا من اینقدر سرمایه دارم و دوست دارم که بعد از 3 سال به کجا برسم. هدف من چقدر پوله؟ هدف من چه جایگاهیه؟ اینو برای خودتون مشخص کنید. و وقتی که این رو برای خودتون مشخص میکنید عملاً دارید ریاضی رو میارید با منطق ریاضی به موضوع نگاه میکنید.
عملا شما احساس رو میذارید کنار. میگه آقا من آیا واقعا ممکنه $1000 سرمایه‌مو تو 3 سال بکنم $100,000 یا مثلا $1000 رو بکنم $10,000؟ این تو چند وقت ممکنه؟ و بسیار مهم بچه بحث هدف گذاری در شروع معامله گری، هدف گذاری در شروع معامله گری بسیار بسیار موضوع مهمیه و من تریدر وقتی میخوام معامله گری رو شروع بکنم ابتدای کار باید هدف گذاری مشخصی رو برای این موضوع داشته باشم و خود این هدف گذاری فقط اینجوری نیست که شما در طول 3 سال بعد ریز میشید، در مدت 1 ساله، در مدت 6 ماهه، در مدت 3 ماهه، 1 ماهه. هدف گذاری من برای هفته آینده، تارگت هفته بعدی من چقدر، اینها رو باید مشخص کنید و بیاید استراتژی و سیستم معاملاتیتون رو بر اساس هدف گذاریتون تعریف بکنید که شما رو راحت به اون هدفتون برسونه. وقتی که این هدف گذاری مشخص میشه، وقتی شما تارگت داشته باشین که مثلا من هفته‌ای 2% بگیرم کافیه، دیگه وقتی 2% میگیری دیگه معامله نمیزنی، دیگه اوورترید نمی کنی. میگه آقا من روزی 0.5%، 0.4% بگیرم برد کردم، به هدفم میرسم. دیگه نمیای اوورترید بکنی، فول ریسک بری جلو. همه چیز مشخصه، همه چیز معینه و بر اساس همون جلو خواهیم رفت. یک موضوع دیگه‌ای که هست و خب خیلی از دوستان که وارد بازار فارکس میشن، وارد معامله گری میشن، براشون سواله اصلا فارکس چیه؟ ما توی فارکس قراره چی کار کنیم؟ ببینید بازار فارکس یعنی اینکه بیایم و میان بین دو تا جفت ارز نرخ برابری رو به دست میارن. مثلا یورو به دلار. یورو به دلار یک نرخ برابری داره، مثلا 1.090 مثلا 12. خب این نرخ برابری یورو تقسیم بر دلاره. مثلا ریال به دلار آمریکا، مثلا میگیم $1 آمریکا مثلا 180,000 تومانه. این هم همینطوره، 1 یورو برابر با 1.090 دلار. و خب این نرخ برابری در طول روز دائما تغییر میکنه. یعنی ما عملا با بای و سل زدن روی این نمادها میایم روی نرخ برابری و تغییرات نرخ برابری دو تا ارز کار میکنیم. حالا این میتونه یورو به دلار باشه، یورو پوند باشه، دلار آمریکا به دلار استرالیا باشه، دلار آمریکا به دلار کانادا باشه. و عموما بچه‌ها توی معاملات توصیه‌ای که میشه اینه که بچه‌ها بیان و روی جفت ارزهایی کار بکنن که یک پایه اون دلار آمریکاست. به خاطر که این ها حجم معاملات بالایی دارن. یعنی شما یا بیاین روی یورو دلار کار بکنید یا روی جی بی پی یو اس دی کار بکنید، پوند به دلار کار بکنید، یا روی یو اس دی جی پی وای کار بکنید، دلار آمریکا به پوند ژاپن کار بکنید، یا یو اس دی کد کار بکنید، یا دلار استرالیا به دلار آمریکا رو کار بکنید، یا فرانک سوئیس به دلار آمریکا. یک چیزی کار بکنید که یک پایه اون دلار آمریکا باشه. و خب وقتی که یک سمتش دلار آمریکا باشه عملاً باعث میشه اسپرد معاملاتی کوچیک‌تر باشه
فاصله‌ای که شما معامله رو باز میکنید با جایی که معامله ثبت میشه فاصله کمتری و کوچکتری داشته باشه. عملا استاپ گذاریتون راحت تره، استاپ های کمتری میخورید. حالا وقتی شما مثلا برید روی دلار آمریکا به مثلا لیر ترکیه کار میکنید، خب اینجا اسپردا خیلی واید میشن و شما مبلغ اسپرد خیلی بیشتری رو بعد به این بروکر پرداخت بکنید. اینها هزینه‌هاشون کم، مثلا یورو دلار که خیلی هزینه‌اش کمتر. یک سری معاملات دیگه هم هست، خیلی از خب توی حالا بین معامله‌گرها خیلی بولده اینه که میان روی طلا کار میکنن، طلا به دلار آمریکا کار میکنن یا روی داو جونز کار میکنن. پس یا حالا یو اس سی هم بهش توی سری از بروکرها یو اس سی هم میگن. خب همونطور که می‌بینید داو جونز شاخص 30 شرکت برتر آمریکاست و این دوتا نماد که خب غالبا معروفن و اکثرا با اینها کار میکنن، نمادهایی هستن که خب این که بحث ایندکس شاخصه و این هم که کامیونیتی و عملا حجم معاملات خوبی توی بروکرها دارن و میشه باشون خوب کار کرد، نوساناتشون زیاده ولی خب از این طرف استاپ هاشون هم سنگین و اینها هر کدوم روش خاص و به خصوص معامله‌گری برای خودشون رو دارن و باید مدت زمان طولانی اینها رو نگاه بکنید و تا بتونید عملاً باشون آشنا بشید. یک موضوع دیگه که هست اینه که ببینید بچه‌ها نرخ برابری دلار، ببین اگر بگیم 1 پوند به دلار 1.0 مثلا 90.23 باشه، خب رقم چهارم بهش میگن پیپ، رقم پنجم بهش میگن پوینت و عملاً 10 پوینت برابر میشه با 1 پیپ. وقتی که میگم مثلا یک معامله زده شده 10 پیپ سود شد، یعنی عدد چهارم 10 شماره بره بالا، از 0 بره تا 10 یک بیفته اینجا. این میشه بحث پیپ و وقتی که شما میاید و بر اساس یک حساب، این چیزی که بچه‌ها میگم متاسفانه اکثر کسایی که ترید میکنن حالا با سوابق خیلی طولانی هم بعضا اینها رو بلد نیستن و خب خیلی مثلا خنده داره یک تریدری مثلا توی فارکس داره کار میکنه و جزئیات رو بلد نباشه، یعنی اگر یه روزی نرم افزار مدیریت سرمایه نداشته باشه یا خود متا تریدر براش حساب نکنه عملا کارش لنگ میمونه. پیپ میشه دیجیت پنجم. خب برای دوستانی که میخوان حساب بکنن به هر کدوم اینا بچا چی میگن؟ میگن یک دیجیت و دیجیت اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم. یعنی هر موقع خواستیم پیپا حساب کنیم بعد بگیم دیجیت پنجم شه چهارمین حرف بعد از ممیز. حالا یکی از موضوعاتی که خیلی مهمه تو ترید محاسبه مارجین حسابه. این که من چقدر سرمایه مثلا توی بروکر دارم، خب میام یک لات مثلا معامله میزنم روی یورو
چقدر پول من درگیره توی این معامله. برای این موضوع ببینید یک پارامتری هست به نام کانترکت سایز. توی خود سایت بحث متا تریدر هم که برید روی قسمت پروپرتیز که بزنید کانترکت سایز نمادها، ایندکس ها و شاخص های مختلف رو نشون میده. مثلا کانترکت سایز طلا 100، کانترکت سایز یورو یو اس دی 100,000، یعنی 100,000 واحد. خب حالا این بر اساس مثلا ممکنه بروکرهای مختلف، لیکویدی های مختلف متفاوت باشه، اما غالبا 100,000. یعنی اگر شما اینجا 1 لات برابر با 100,000 واحد. خب اگر شما بیای 1 لات معامله باز کنی یعنی 109,023 دلار پول نیاز داری تا یک معامله 1 لاتی رو باز کنی. خب حالا بروکرها میان یک پارامتر دیگه‌ای دارن به نام لورج. میان به تریدر لورج میدن. لورج چند از لورج مثلا 10 میدن تا مثلا 1000. وقتی که به شما لورج 1000 میدن عملا شما با 109 دلار مارجین میتونی 1 لات پوزیشن رو وارد بشی. وقتی که به شما یک لورج 100 میدن شما برای ورود به 1 لات پوزیشن باید 1090 دلار پول داشته باشی تا بتونی یک پوزیشن رو باز کنی. عملاً 1090 دلار به عنوان مارجین معامله محسوب میشه و مازاد بر اون میشه مارجین آزادتون، فری مارجین حسابتون، که خب دیگه بحث استاپ اوت بروکر و بحث این که حالا اون بروکر ممکنه استاپ اوتش روی 30% باشه، در حسب اون مبلغ مارجین آزاد حساب میشه. حالا من اگر حسابم 1000 دلاره اجازه دارم چقدر ماکسیموم وارد بشم؟ یکی از چیزایی که بچه‌ها بحث مدیریت سرمایه‌ایه و وقتی شما اینها رو رعایت بکنید امکان نداره که بازار شما رو بیرون بندازه. خیلی در مواقع بسیار ناچیز و غیر ممکنی شما استاپ به من میگن که چرا چیز میکنید، چرا استاپ لاس نمیذاری؟ شما وقتی یک سری نکات رو توی معاملاتت رعایت میکنی احتمال مارجین کال شدنتون خیلی کم میشه. فرض بکنید که من 1 لات که من 1000 دلار سرمایه دارم. همین کاری که ما توی چالش انجام دادیم و خب تقریبا از 11 خرداد تا امروز که 31 مرداده توی تقریبا 50 روز 1000 دلار رو رسوندیمش به 7000 دلار. توی 20 روز امروز من معامله روش نزدم ولی توی 20 روز یعنی از ماه جولای اصلا ما استاپی هم نخوردیم، هیچ استاپلاسی هم نذاشتیم، حساب رشد کرد و اومد شد 7000 دلار. خب حالا یه سری دوستان میگن که خب چجور میشه شما بدون استاپ گذاشتن حساب رو رشد دادین، یا مثلا مگه همچین چیزی ممکنه که کسی استاپ نخوره؟ ببینید وقتی تارگت شما میزنی و به تارگت روزانه میرسی میبندی و از اون طرف روی کارت حساب کتاب کردی همه چیز ممکنه. حالا ببینید ما در هر معامله وقتی 1000 دلار سرمایه داریم نهایتاً باید به 10% کل پولمون
مارجین حساب بشه. یعنی عملا 90% پول شما باید فری مارجین باشه، مارجین آزاد باشه که اجازه تلورانس قیمتی رو داشته باشه. حالا من باید با چه حجمی بزنم روی حساب 1000 که فقط و فقط 10% مارجینم درگیر بشه؟ ببینید اگر شما 1 لات بزنید 109,023 دلار مارجین میخواد. اگر 1/10 لات بزنید 10,902 دلار مارجین میخواد. اگر 1/100 بزنید 1090 دلار مارجین کلی اون معامله میشه. حالا بهترین لورج که شما میتونید استفاده بکنید لورج 100. لورج 100 اگر با لورج 100 یا 1 لات بزنی شما 1090 دلار مارجین درگیره. اگر با 1/10 و لورج 100 بزنی 109 دلار پولت مارجین میشه و اگر با 1/100 بزنی شما 10 دلار مارجین نیاز داری برای ورود به معامله. پس اگر من با 1000 دلار سرمایه بیام 1/10 بزنم روی یورو یو اس دی فقط 109 دلار 10% اون 1000 دلارم درگیره. پس من روی یک حساب 1000 دلاری اجازه ندارم بیشتر از 1/10 بزنم. من روی یک حساب 1000 دلاری اجازه ندارم بیشتر از 1/10 بزنم. شما میبینید مثلا من اون موقعی که حسابم 2000 دلار بود 2/10 میزدم، بعد که شد 6000 تا 6/10 میزنم، متناسب باش میرم بالا. متوجه این؟ یعنی مارجین حجم معاملاتی من دقیقا متناسب با مارجین حساب منه و این رو میام 10% بالانس کلی حساب در نظر میگیرم. و خب رعایت کردن این خیلی مهمه. شما وقتی بچه با 10% مارجین وارد میشه عملا 90% پولتون آزاده و شما این 90% رو جای ضرر کردن دارید. خیلی سخت کال مارجین کردن یه همچین حسابی که 90% مارجین حساب فری باشه. و حالا هرچند این اگر بیاد پایین بازم از همون قسمت مارجین ممکنه 30% از خود مارجین حساب دوباره به عنوان سطح استاپ آوت داشته باشیم. پس رقم خیلی زیادی شما داریم برای اینکه معامله بزنید و بدون ریسک کار بکنید. یعنی ریسکتون رو تا میشه اینجوری میاریم پایین. حالا یه نفر 1000 دلار سرمایه داره میره 1 لات ورود میزنه، اهرمش رو میذاره روی 1000، 109 دلار دوباره درگیر معاملشه، اما این بار لورجش زیاده. 7 دلار 8 دلار 9 دلار که برخلافش حرکت میکنه توی طلا تموم کال مارجین. پس ما باید همیشه حجممون با مارجین حسابمون بخونه. اگر 100 دلار داری ماکسیموم مارجینی که میتونی توی یک معامله وارد بشی، حجمی که وارد بشی 1/100. اگر 1000 دلار داری ماکسیموم 1/10. اگر 10,000 دلار داری ماکسیموم 1 لات. شما فرای این نباید حرکت کنید. این با لورج 100 بچه و توصیه میکنم که به هیچ عنوان لورجتون رو در حسابهای شخصی بالای 100 نبرید. یعنی هنر نیست که یک بروکر به شما لورج 400 میده، لورج 500 میده. عملا میخواد شما کال مارجین بشی.
شما وقتی که با لورج 100 کار میکنین، حتی استاپ نذارید. الان میتونید برید حساب دمو بزنید، همینطوری که من معامله میزنم شما هم بزنید، بعد تفاوتش رو ببینید که چقدر تفاوت ایجاد میکنه. کال مارجی میشین ها، نه که نشین، ولی خب خیلی طول میکشه که این اتفاق بیفته. چقدر دیگه مثلا شما بدشانس باشین که این اتفاق بیفته. و یک موضوع دیگه هم که الان اینجا مطرحه اینه که من در هر معامله چقدر باید سود کنم. ببینید اگر شما بیاین و یک لات وارد بشین روی یک ارزی مثل یورو یو اس دی، بچه صدا رو دارین؟ خب دوستان اگر تا الان مفهوم بوده خیلی لطف دارین، خیلی عزیزین، خیلی عزیزین. اگر سوالی دارین تا حالا مفهوم نبوده، دوست دارم که سوال بپرسین، عیبی نداره. یعنی مطلب جا بیفته و بریم جلو، همینجوری رد نشیم. عزیزی حمید جان، مخلصم. ایول ایول. بچه اینا رو بلد بودین تا الان یا نه؟ قبلا کار کرده بودین این چیزا رو؟ ایول ایول ایول. خب بچه ها ببینید، وقتی که حالا ایشالله شما بچه ها این بعداً توی سعی میکنیم که این آموزش رو حالا قرار شد که یه سری از دوستان ضبط کنن. کسایی که ضبط کردن بعد به من پیام بدن، بعد نگاه کن اگر اوکی بود، قشنگ بود، مثلا خیلی ترتمیز ویدیو افتاده بود، برای من ارسال بکنن. من داخل یوتیوب هم میذارم که اگر خواستین بازم ببینید و به دردتون بخوره. و حالا دوستای دیگه هم که ممکنه در آینده چه توی یوتیوب بیان ببینن یا چه از داخل پیج مثلا بخوان مجدد دوره رو نگاه کنن، بتونن اونها هم ببینن. ببین بچه وقتی شما یک لات وارد معامله میشین، هر پیپ حرکت $10 سود ایجاد میکنه. وقتی شما 1/10 وارد میشین، هر پیپ حرکت $1 ایجاد میکنه. وقتی شما 1/100 وارد میشین، هر پیپ حرکت $0.1 برای شما سود یا زیان ایجاد میکنه. و خب خیلی مهمه که مثلا ما، خب قاعدتا خیلی از تریدرها بر حسب دلار بازار رو نمیبینن. یعنی توی تنظیمات متا تریدرشون تنظیمات رو روی پیپ میذارن، یا مثلا ما اینقدر پیپ سود کردیم، اینقدر پیپ ضرر کردیم، کلا واحد رو بر حسب پیپ میبینن. ولی خب یه سری دیگه هم نه، کلا بحث دلاری رو مد نظر قرار میدن. حالا اگر شما بچه‌ها شما بیاین و یک حساب $1000 داشته باشید، خب یعنی میخوام تو همین جلسه اول یادتون بدم چجوری $1000 رو بکنید $7000. شما یک حساب $1000 دارید و میاد در هر معامله $0.1 وارد معامله میشه. این قیمت 10 پیپ حرکت بکنه، حالا چه توی سود چه توی ضرر،
اگر 10 پیپ به سمت سود حرکت بکنه شما چقدر سود کردین؟ $10 سود کردین. $10 عملا شما 1% بالانس حسابتون رو در یک روز رشد دادین. 1% بالانس حسابتون رو با $10 گرفتن رشد دادین. اگر فرض رو بذاریم برای اینکه تریدر روزانه فقط 1% بگیره، یعنی شما فقط روزانه چیکار بکنی؟ $10 بگیری. $1000 داری، $0.1 وارد میشی و فقط روزانه $10 سود به دست میاری. و 1% در روز میگیریم. 20 روز معاملاتی داریم در طول تقریبا حالا 22 روزه. 22 روز معاملاتی داریم در طول یک ماه و شما 22% میتونین حساب معاملاتیتون رو با این ترتیب رشد بدید. این که خیلی از آدم‌ها میگن که ما نمیدونم سود بالای 5% و اینها فلانه و اینها. ببین 10 پیپ حرکت خودتون باید برید روی چارت بندازین. 10 پیپ حرکت اصلا جز جایی نیست توی بازار. شما مثلا روی طلا برین 10 پیپ رو در نظر بگیرید. اصلا 10 پیپ حرکت بازیه. یه تیک بزنه میخوره 10 پیپ. حالا میخوام چیکار بکنید؟ میخوام یک حساب دمو همتون باز بکنید، یه حساب دمو. و با این حساب دمو یه حساب دموی $1000 تو هر بروکری که خواستید. بچه‌ها اینا رو نرید روی پراپ بزنید. نرید روی حساب ریل بزنید. ما هر چی میگیم اول دمو. یک حساب $1000 دمو باز میکنیم. و از من میپرسن چجوری معامله زدی که مثلا 1000 شده 7000. خب به این صورت بچه. یعنی از این راحت تر نمیتونم بگم. یه حساب $1000 باز میکنیم و دنبال موقعیت‌های معاملاتی میگردیم. هر موقعیت معاملاتی که دیدی 0.1 توش وارد میشه. روی طلا. حالا مثلا روی طلا میتونی کار بکنی. روی جو فرضا هم میتونی کار بکنی. 0.1 وارد میشه. حالا من اگه دوست دارم مثلا طلا کار کنم میتونم برم روی طلا اصلا کارش بکنم. 0.1 وارد میشه. در هر معامله سودت به $10 رسید بیا بیرون. یعنی شما کلا $1 حرکت بازار رو گرفتی روی طلا. یعنی قیمت ای بابا قیمت مثلا از $4000 بیاد برسه به $4001. شما $10 سود کردی. همین کارو هیچ استاپ هم نزن. هیچ استاپی هم توی این حساب دمو نمیخواد باز کنی. روزانه $10 بگیری. در طول یک ماه میخوره به $220. به تستش بکنید حتما. اینا بچه تا تستش نکنید متوجه کاری که من روی معاملات شخصی انجام میدم نمیشید. بعد که انجامش دادید و چند دفعه زدین و دیدین سود شد، بعد تازه متوجه میشین که این حساب 1000 چجوری شد 7000. ولی خب یه سری نکات داره. نکتهش چیه؟ اینکه من حتما باید موقعیت‌های پیدا بکنم که موقعیت‌های مهمی. یعنی من همیشه نباید وارد بشم. اگر امروز وارد شدم صبح 1% گرفتم دیگه لازم نیست عصرم برم وارد بشم. من 1% گرفتم $10 کار کردم خدا بده برکت. دیگه نباید برم دومی بزنم سومی بگم نه بذار امروز $40 کار کنم. میدونی این باعث میشه که شما ضررده میشین.
یا نه بگی که خب ببین $1000 هست، با اهرم 100 من دارم میزنم، 0.1 هم میزنم، $10 دارم کار میکنم. بیام بکنمش اهرم 1000، به جای 0.1 چیکار کنم؟ بیام 1 لات بزنم. $10 یه معامله توی یه روز بکنمش $100 و توی یک معامله $100 سود بکنم. متوجه این اگر کسی سمت این کار رفت، این یعنی کال مارجین شده. این کال مارجین میکنه. این باعث کال مارجین شدن حسابش. خب بذار این سه دوستان پیام میدن، من پیام رو بخونم. من بچه با گوشی هم این میره. پیام رو از کجا بخونم؟ اینجا این پیام رو از کجا بخونیم؟ خب دوستان سوال دارن. خب بچه ها بحث استاپ رو مد نظر ببین بچه ها، الان ما قرار نیست بیایم و همین امروز مثلا بحث استاپ رو صحبت بکنیم. الان شما قراره چیکار کنید؟ شما قراره که یک هفته خب برید یک حساب دمو بزنید، موقعیت‌های خوب معاملاتی رو پیدا بکنید و فقط $1 بگیرید. فقط مثلا یه حساب 1000 باز کنید، یه دهم بزنید، به $10 سود که شد ببندید. دیگه $10 رو نبستی تقصیر خودته. دیگه ریسک نکن بگی من نگه می‌دارم برای $100. باید با 10 پیپ نهایتا 20 پیپ پوزیشناتون رو ببندید. این کار فعلا انجام میشه برای اینکه ذهنیت شما نسبت به کاری که من روی حساب اصلیم انجام میدم یا توی پیج شما دارید میبینید روشن بشه. ببینید که چه اتفاقی داره میفته. حساب 1000 به چه نحوی شده 7000. حالا بعد استاپش هم با هم دیگه صحبت می‌کنیم. حالا شما یه دوبار بزنید، یه دوبار کال مارجینش بکنید حساب دمو رو، تا بعد کم کم خودتون دستتون میاد که چه اتفاقی میفته و چی کارو باید بکنید. کجاها ضربه می‌بینید. استراتژی که ما کار می‌کنیم خیلی مهمه. شما اگر بخواید بر حسب شانس وارد بشین، خب بله 4 تا سود می‌کنیم، 5 تا سود می‌کنیم، 6 تا سود می‌کنیم و در نهایت ضررده میشید. بر اساس این روش عملاً امید ریاضی منفی داره بچه‌ها. منفی یعنی چی امید ریاضی منفی؟ یعنی شما با وین ریت 90% هم ضررده. خب یعنی شما اگر وین ریت 90% هم بشه، ممکنه 10% معاملاتت اونقدر برن پایین که کار مارجینت کنه. پس راه کار داره. یعنی شما ممکنه 10 تا معامله میزنی، 9 تاش میره تو سود، 10می کال مارجینت میکنه. ولی من میخوام اون سودا رو ببینید. میخوام با این روش ببینید که یک حساب چجوری رشد میکنه. ببینی که تونستی $1000 رو تبدیلش بکنی به مثلا $1100 توی مثلا 5 روز معاملاتی، 6 روز معاملاتی. ببینی که میشه. وقتی که اینو ببینی، مابقیش دیگه خودت هم بالاخره خلاقیت داری، بپردازی میکنی، میگه آقا بذار ببینم چه اتفاقی میفته. تا الان هر چی که به ما گفتن چی بوده؟ گفتن ما بیاید بر اساس استاپ یک معامله وارد میشیم، در اینجا یک معامله وارد میشیم، این استاپمون ای تی پی مون، میخوایم یک آر مثلا 2 بگیریم. بعد همه بچه‌ها میان بر اساس اینها کار میکنن و همه زیانده هستن. کسی سودی نمیکنه با این وضعیت. یعنی شما هر چقدر که جلوتر میرید میبینید که بچه‌ها باز هم سود نمیکنن و زیانده هستن. توی اگر ویدیوی توزیع احتمال نرمال رو دیده باشین، میدونید که در حالت احتمال تصادفی
با یک وین ریت 50% شما در ریسک ریواردتون باید 1:1 باشه. اگر ریسک ریواردتون شد 1:2، عملا وین ریت معاملاتی نرمال و تصادفی شما میاد روی 33.3%. در حالت شانسی، یعنی شما شانسی معامله بزن، ریسک ریوارد بذار 1:2، شانسی بزن، اصلا بازار تحلیل نکن، وین ریت میشه 33%. شما در نقطه سر به سری قرار میگیری. فقط یک مقدار اسپرد و کمیسیونه که ضرر میکنه. اوکی؟ حالا اگر شما مثلا یک استراتژی داشته باشین که خیلی اینو کوتاهش میکنین، مثلا این $1000 بیاین و در هر معامله $10 بردارین، عملا شما دارید 1% حساب رشد میدین. وین ریت به شدت بالایی داره، ممکنه 90-95% روی این پایه ها باشه، ولی 5% ممکنه خیلی افت بکنه. حالا برای اون 5% که میخواد افت بکنه بعداً میگیم که باید چی کارا کرد. این 5% برای که نداشته باشی باید استراتژیت فیت باشه، استراتژی های قوی کار بکنی. دوباره اینا داری کمش میکنی. برای که اینو کمش بکنی باید اوورترید نکنی، اوورترید انجام ندی. برای که بتونی این 5% رو کمش بکنی باید حتما پایبند باشی به همون 10 پیپ سود گرفتنه. تو یه روز نگی خب داره حرکت میکنه بذار بکنم $60. اگر به این دید بری جلو، وین ریت عملا داره میاد پایین. شما توی سودا نمیبینی ولی در معاملات بعدی میبینی که به شدت میاد. حالا من اگه دقت بکنی میبینی که مثلا معامله زدم ولی مثلا $10 حرکت گرفتم، $8 حرکت گرفتم. خب این دیگه بستی جلوتر که میری اون استراتژیات فیت میشه، میتونی اینا تقریبا چقدر حرکت میکنن، اون لگ های هم اندازه رو دیدی و بر اساس اونها عمل میکنی. و خب به نظرم که اینم ما بود گفتیم و دیگه بعید میدونم حالا دوستان دیگه سوال داشته باشن در مورد اینکه حالا اون معاملات ما چجوری میزنیم. و ببینید بچه وقتی شما استراتژی مشخصی نداشته باشید توی ترید، عملاً تریدر توی معامله کودن میشه. یعنی هر دفعه بخوای با یه استراتژی بزنی، هر دفعه بخوای با یه مدلی کار بکنی، هر دفعه بخوای سیستمتو دائما تغییر بدی، این باعث میشه عملاً شما برآیندی برای کارتون نداشته باشی. دوستان صدا هست؟ ایول من از گوشیم تلفنم زنگ خورد. خب این تلفن که زنگ میخوره این نت ضعیف میشه. خب حالا حواسمون پرت کرد. و ببینید ما همیشه توی معاملاتمون باید بچه ژورنال رو بنویسیم. یعنی باید یک ژورنالی بنویسیم و بدونیم که دقیقاً داریم چه کاری انجام میدیم، چقدر ریسک کردیم، از چه استراتژی‌هایی استفاده کردیم و متناسب با اونها اقدامات آینده‌مون رو برنامه‌ریزی بکنیم. من تریدر هر معامله‌ای که زده میشه رو باید بچه‌ها بنویسم. باید یک کاغذ جلوم باشه بنویسم
حالا نه اون ژورنال نویسی که حالا همه دارن میگن اینا، که شما بیا عدد بنویسی بعد استاپ و تیپی بنویسی، مثلا من استاپم اینجا بود تیپیم اینجا بود، بین بهش دردی هم نخورن. نه، ببینید شما باید مطالبی رو بنویسید که واقعا به کارتون بیاد و خستتون نکنه. میاد قیمت رو می‌نویسید، مثلا می‌نویسید آقا یه جدول درست می‌کنید، میزنید آقا بای گرفتم در قیمت مثلا 4020 و توی قسمت توضیحات می‌نویسی که اون لحظه، فقط ببین در لحظه که معامله میزنی باید ژورنال رو بنویسی، نه که مثلا معامله رو بزنی معامله مثلا سود شده یا زیان شده بعد بخوای حالا بیای تازه بشینی ژورنال بنویسی. این اصلا کار درستی نیست. شما میای ابتدای کار که داری معامله میزنی میگه آقا من الان دارم یک الگوی QM میبینم که رسیده به یه سطحی و حس میکنم که با شکسته مثلا های بالاترش و استاپ پشت شونه سومش وارد معامله میشم. آره چند میخوام بگیرم؟ آره یک میخوام بگیرم. یا مثلا رسیده به یک سطحی میگه من دارم میبینم که مکدی تایم 15 دقیقه یک واگرایی داره میده. میدونی در زمان حال اینو باید بنویسی و بعد بیای بررسی بکنی که ببینی در لحظه بازار چه چیزایی رو دیدی و چه چیزایی برات عجیب بودن و بر اساس اونها اشتباهاتتو در بیاری. این هم خیلی نکته مهمیه که بچه شما حتما کسی نباید معامله بزنه و بعد بیاد بگه مثلا خب معامله زدم من استاپم اونجا گذاشته بودم چون همچین چیزی فکر کردم. میدونی؟ و همه شما معاملاتتون که روی حساب دمو میزنید رو ژورنال هم بکنید. بیاد بگید من فلان چیز رو دارم میبینم با توجه به مثلا الگوی فلان، منطقه فلان، استراتژی فلانم ورود به معامله میزنم. استاپمو میذارم فلانجا، تیپیمو میذارم مثلا فلانجا. حالا توی حساب هزار شما یک هفته اصلا نیاز نیست استاپ بذارید. من میخوام فقط $10 $10 $10 $10 سوداتون رو بگیرید، 10 پیپ ها رو بگیرید تا اون ذهنیت عوض بشه. گاهی وقتای اون تریدر سودده شدن رو به چشم ببینید و یه بریم تا هفته بعدیش که دیگه بچه‌ها بیان و یعنی که به مرحله ستاپ نرسیم. ببین اصلا نمیخواد به مرحله ستاپ رسیده باشی. میتونی بری 4 تا نشونه مثلا مادر بزرگت بدی، بگی مثلا میره بالا یا میاد پایین. قیمت هر چی بهت گفت، اگه گفت میره بالا بای بزن، اگر گفت میاد پایین سل بزن و تو بزن همون $10 رو بیا بیرون. ستاپ نمیخواد. هفته دیگه همتون اینجا سود دارید. ولی پایبند باشید به این موضوع. میگم مثلا شانسی بزنید، اصلا مهم نیست. 10 پیپ حرکت روی طلا هیچی نیست. میشه $1. مثلا چشم‌بندیه. خدا رحمتشون کنه. حالا شما با دوستای دیگه مثلا توی خیابون یه غریبه‌ای پیدا کنی میگه آقا مثلا به نظرت این چارت میره بالا میاد پایین. حالا کسی که اصلا هیچ طرز تفکری نسبت به چارت نداشته باشه. یک واقعیتی که هست اینه که شما الان به یک نفری که بازار رو بلد نیست و هیچ آموزش نداده چارت رو نگاه کنید، میگه خب ببین این داره میره بالا، خب داره میره بالا دیگه. طرف راحت بای میزنه، ولی طرف داره میبینه چارت داره میره بالا میاد سل میزنه. بعد مثلا خیلی آموزش رو اینا هم دید. کلا حسی بزنید. هیچ استراتژی بچه نیاز نداره. خب چی فرمودن؟ بچه ببین من اینجا
بعد گوش خب گفتن که یه حساب 1000 تایی دمو باز کنیم با حجم 1 دهم ورود بزنیم برای گرفتن 10 پیپ و بدون استاپ. درست؟ بله. آره آقا مجید بعد همین کارو بکن. نرید روی ریل بزنید روی دمو. ما هر چی میگیم بچا روی دمو انجام میدیم که اون ذهنیت ایجاد بشه. کم کم روی ریلاتون هم میریم. خب آقا مهدی گفتن که داشتن یک استراتژی مشخص با ریسک ریوارد حداقل 3 تنظیم کار نشدن. ببینید بحث ریسک ریوارد و اینها کاملا درسته. کسی که بتونه ریسک ریوارد 3 بگیره و حالا یک استراتژی داشته باشه عملا با یک وین ریت 25% هم توی نقطه سر به سریه و هیچ موقع از بازار بیرون نمیره. ولی مشکلی که اینجا هست اینه که تریدرهایی که توی بازار هستن توان نگه داشتن تا تی پی اس رو اکثرا ندارن و حالا ایج لول اینا رو بزنیم. حالا اونها خیلی بعد بمونیم حالا برای اونها. ولی حالا انشاءالله سعی کنیم اواخر دوره ببینیم کیفیت دوره چجوریه، دوستان چقدر تمرین حل میکنن، چقدر پیگیرن. اگر اوکی باشه بله اونها هم آموزش بدیم، مشکل نداره. بله اگر معامله رفت تو ضرر شده کال مارجین هم بشی معامله رو نمیبندی، میذاری تا اون 10 پیپو بهت بده. پس یه دو حالت داره، یا 10 پیپ بهت میده یا کلا کال مارجین میشه. اگر 3 روزم زدید موند تو ضرر نه پوزیشن رو میبندی نه چیز. این بچه هدف اینه که شما ببینید که $1 گرفتنه کار سختی نیست. بسیاری از استراتژی‌هایی که تو بازار هستن گاهن وین ریت های 90% دارن. و دوستان خیلی راحت میتونن بر اساس اینها معامله بزنن. یعنی خیلی از بچه‌ها فکر میکنن که مثلا ما حتما باید یک ریسک به ریوارد عجیب غریب داشته باشیم یا مثلا یک وین ریت عجیب غریب. بعد همونا ضرر دهن. یعنی همونا نتونستن هیچ موقع هیچ پراپی رو پاس بکنن، هیچ موقع هیچ حسابی رو پاس بکنن، برداشتی بزنن. اگر هم زدن مقطعی زدن، یعنی زدن دیگه نتونستن بزنن. این بحث 10 پیپ گرفتنه هدفش اینه که تریدر صبرش بالا بیاد، بدونه که من بعد روزی یه دونه بزنم، روزی نهایتاً 2 تا بزنم. طمع نکنه دیگه، بگه من 10 پیپمو گرفتم برم دیگه خدا بده برکت. حالا اگه رفت تو ضرر هم میگیم بعد چیکار کرد. ولی الان مهم اینه که شما طمعه از بین بره، ترس از بین بره. شما وقتی که با یک حساب درست وارد شدین، مارجینتون رو با برنامه چیدین، حجمتون رو مدیریت کردین، احتمال کال شدنتون خیلی کمه، خیلی کمه. میگم شما بریم به دوستان نشون بدید، بگید مثلا کسایی که اصلا ترید کار نکردن بهشون بگید آقا این میره بالای پایین بخرم یا بفروشم. ولی همون 10 پیپ بیا بیرون، با یه دهم بزن 10 پیپ بیا بیرون، شما سود میکنی. هیچ توانایی تریدی هم نیاز نداره. و الان دوباره یکی از دوستان پیام دادن. بله بله
ببین روزانه $1 سود از حساب $1000 نه. شما باید $1 حرکت، مثلا روی طلا میخوای بزنی $1 حرکت روی طلا که میشه 10 پیپ. میتونیم معاملات بیشتری هم بزنیم، مشکل نداره، معاملات بیشتری هم میتونیم بزنیم. ولی خب معاملات بیشتری بزنی عملاً باعث میشه که احتمال کال مارجین شدنت بره بالا. اگر میخوای 2 تا بزنی مثلا یه دونه صبح بزنی یه دونه عصر. ولی این کارو حتما بچه‌ها انجام بدین که خب خیلی حداقل برای 1 هفته جذابه که شما سودده بودن رو ببینید که صرفا میشه با یک جلسه توی 20 روز 20% سود کرد. ببین خود منو دیدی که معامله چجوری میزنم، روزی 2 تا 3 تا. خب تا 2 3 تا اوکیه، دیگه بیشتر نزن. مهم پایبند موندن به اون 10 پیپ است. مهم این نیست که شما چند تا میزنی، پایبند باش به اون 10 پیپ و ورودایی که میزنی بر اساس استراتژی قبلیت باشه. بیا ببینیم، پس همتون یه سری آموزشا دیدین قبلا دیگه بالاخره. اگر ندیدی شانسی بزن، اصلا مهم نیست. برو چارت بالا رو باز کن، ببین مثلا کندل 1 ساعته نرم حرکت 1 ساعته 4 ساعته به کدوم سمته. اگر دیدی داره میره بالا بای بزن، دیدی داره میاد پایین سل بزن. دیگه از این راحت‌تر دیگه نمیشه تو بازار سود کرد دیگه. و ببینید بچه‌ها استاپ لاس گذاشتن عملاً یکی از کارهاییه که خب می‌بینید که الان شما وارد متا تریدر که میشی به محض ورودت اولین کاری که میکنه اینه که استاپ و تیپی رو گذاشته جلوت که سریع استاپو بذاری. این روی یک هدفیه، این استاپ لاس گذاشتنه روی یک هدفی انجام میشه و قاعدتاً تمامی الگوریتم‌ها، تمامی شرکت‌ها میان تشخیص میدن که استاپ های شما دقیقاً رو کدوم سطوحه و به راحتی میان استاپ های شما رو میزنن. حالا هدف از این که ما استاپ نمیزنیم چیه؟ این که احساس اون عذاب وجدانه بیاد بالا. شما وقتی استاپ نمیذاری روی یک معامله همش نگران نکنه بره پایین، نکنه بره پایین، نکنه ضرر بشه. ولی استاپ که میذاری میگیم آقا مثلا $20 استاپ دیگه، با خود دیگه خاله $20 دیگه فلان، همون $20 میره ضرر میشه. بعد داره میگه $20 میزنه باز هم $20 هم ضرر. بعد میگه 20 بعد 3 تا ضرر میره یه دونه معامله میزنی میره یه ذره تو سود میاد پایین، میره تو سود میاد پایین. میبینی رسیده مثلا زورکی مثبت $20 میگه بذار ببندمش، یکی از ضررام جبران شه، میبندی. و اینجاست که شما کل سیستم مدیریت سرمایه و اون توزیع احتمال نرمال رو نابود میکنی. تریدر وقتی که روانش از بین میره، وقتی که تعداد استاپ های زیادی میخوره، نمیتونه روانش رو کنترل کنه، بعد حسابش رو از دست میده. هدف از این بدون استاپ زدن اینه که شما اون اتفاقی که تو مارکت میفته رو ببینی. بدترین جا میزنی ولی میره تو سود میکنه، سود میشه. شانسی زدی، تاس انداختی، 10 پیپ بد داده. بعد از 1 هفته ذهنیتت متحول میشه. نگاهت به استاپ گذاشتن، نگاهت به معامله‌گری خیلی عوض میشه. این رو حتما بچه‌ها جدی بگید تو این 1 هفته. پس یکی این شد، شما یک کاغذ برمی‌دارین تا هفته آینده هدف گذاری میکنید که من قراره چه کاری انجام بدم و کار دوم اینه که میرید یک حساب دمو توی هر بروکری که خواستین باز میکنید، 10 پیپ روش میگیرید و بعد از در جلسه هفته آینده میاد و با هم دیگه صحبت میکنید. میخوام نتایج رو کنید، میخوام
و ژورنالش رو می‌نویسید. هر معامله که میزنید ژورنال میگید من این کارو کردم و در لحظه معامله می‌نویسید با زبون لحظه معامله، نه بعد از اینکه مثلا معامله زده شده برید 3 روز بعد بیاید ژورنالش رو بنویسید. اون به درد نمیخوره. و یک موضوع دیگه که بخوام بگم چی بود؟ ببین شما برای شروع معامله گری یک هدف دارید دیگه. خب مثلا میگه آقا من یک سرمایه اولیه دارم، خب یک هدفی میخوام توی 3 سال با این سرمایه اولیه برسم به این هدف. حالا یکی ممکنه میگه آقا سرمایه مثلا در مدت 3 سال مثلا میخوام با $1000 هدفم اینه که $1000 بعد 3 سال بشه $10,000. خب یه هدفی دیگه بالاخره. و یکی ممکنه هدفش این باشه، یکی هدفش $100,000، یکی هدفش نه تریدر خوب شدنه، مبلغ براش مهم نیست. حالا وقتی که میخواین حسابتون رو رشد بدین و جلو برین، شما در طول این 3 سال به استراتژی نیاز دارین. یک استراتژی نیاز دارین. طبق یک پلنی باید کار بکنید که بتونید توی این بازه ایجاد بکنید. هر سیستمی که شما بخواید کار بکنید که یک سرمایه اولیه رو بعد از یک مدتی به یک هدفی برسونه، علاوه بر بحث استراتژی عامل مهم دیگه‌اش بحث زمانه بچه. این سیستم قراره در چه مدت من رشدم بده؟ در 3 سال، در 5 سال، در 1 سال. پس زمان هم بسیار مهمه. ما باید زمان رو و استراتژیمون رو در کنار همدیگه قرار بدیم تا بتونیم این مسیر رو که بین سرمایه اولیه و هدفه رو مشخص کنیم. تا زمانی که شما برنامه‌ریزی مشخصی برای و هدف گذاریتون نداشته باشین، هیچ اتفاق در زندگی معاملاتی شما نخواهد افتاد. یک موضوع دیگه‌ای که بچه‌ها هست اینه که یک جدولی هست، من این رو بگید میذارمش توی یوتیوب. کار قشنگیه. یعنی اومدم حساب کردم اگر بیای با $1000 معامله بزنی و روزی فقط 10 پیپ بگیری، در ماه میخوره 22%. همین کار اگر 3 سال انجام بدی، فکر میکنی سرمایه میشه چقدر؟ فکر میکنی $1000 بعد از 3 سال؟ نه دیگه، قرار شد استاپ نذاری. بابا قرار استاپ نذاری. یک حساب 1000 درست میکنی، 0.1 میزنی، 10 پیپ سود میگیری میبندی و قرار این کار رو 3 سال انجام بدی و فقط روزی 10 پیپ بگیری. 10 پیپ گرفتن اصلا شوخی. الان روی متا تریدرتون بگیرید، قیمت رو بزنید، 10 پیپ بیارید بالاتر، ببین چقدر میشه. روی طلا $1 بیاد بالاتر، ببین اصلا چه فاصله کوچیکیه. این بچه‌ها به $1,000,000 میرسه. خب یعنی من حالا اصلش دستم نیست، حالا من سعی می‌کنم فایل اکسل درستش کردم، یه ویدیو هم قبلا همون اوایل که پیج درستم ویدیوشو درست کردم، اینو میذارمش داخل یوتیوب و ببینیدش حتما. بعد از 3 سال به فکر کنم بالای $2,000,000 میرسه. همین سیستم 10 پیپ 10 پیپ عملا اون سود مرکبی که حالا
اگر بچه‌ها کتاب اثر مرکب رو خونده باشن 10 پیپ در 3 سال کاری میکنه که دیگه شما بعد از 3 سال عملا به تمامی خواستهاتون صرفا با یک آموزش اینطوری صرفا با یه 10 پیپ گرفتن رسیدیم. هیچ آموزشی هم نمیخواد. حالا این که این اگر رفت و ضرر چیکار کنن دیگه مال یک جلسه بچه‌ها نیست. روش‌های مختلفی هست که میشه اینو جلوشو گرفت. حالا یکی میگه نیازمند استراتژی قوی است. دوستان سر کلاس هستین؟ الان من حس میکنم مثلا مطالب که میگم چون من مجددا هیچ چندین بار اینو تکرار کنم. گفتم دیگه اصلا با بریم از مادر بزرگتون بپرسید، شانسی بزنید، برید از بقال سر کوچه بپرسید، بگید آقا من الان یک استادی داریم به من گفته که بیا معامله بزن، به نظرت این میره بالا یا میاد پایین؟ اگر گفت میره بالا بای بزن، گفت میاد پایین سل بزن، ولی 10 پیپ رسید معامله رو ببند. بعد هفته دیگه بیا با هم دیگه صحبت میکنیم. موقع ذهنت باز شده میدونی چه اتفاقی افتاد. استراتژی نمیخواد که. اصلا ما الان حرف از استراتژی نزدیم. حالا دوستانی که یه دید معاملاتی از قبل دارن، خب اونا خیلی خوبه که مثلا بیان دنبال الگوهای خاص خودشون بگردن. بچه‌ها یه چیز دیگه هم من بگم، نرید این کارا رو تراپاتون انجام بدین. نرید برید مثلا روی حساب ریل این کارو انجام بدید. نرید 2 روز سود کنید بری رو ریل انجام بدی. شما تا زمانی که استراتژی ها فیت نشده نباید به این روش ها رو روی ریل انجام بدید. این کار کی میایم روی حسابمون انجام میدیم؟ زمانی که ما استراتژی رو مشخص کردیم. خودتون اومدین سیستم معاملاتی چیدین. بعد میان این کار رو میان رو سیستمتون انجام میدین. وقتی که میبینی که حساب 1000 چجوری میشه 7000 تو 2 ماه. وقت اونا دیگه خودت به عیناً نگاه خودت انجامش میدی. یعنی اصلا نیاز به آموزش هیچ کسی هم نداری. خودت میری انجامش. حالا نمیگم ضرر نمیکنی، ضرر هم میدی توش. شاید ضرر سنگینی هم بدی. اما سود به دست آوردن رو میبینی. یعنی عملا خیلی هاتون سبک و استراتژی زیاد یاد گرفتین. ولی کو سود؟ چند درصد شما تونستین سود کنید تو این بازار؟ توجه تستش بکنید حتما و انشالله در جلسه بعدی با دست پر. این جلسه بعدی شما هم با ژورنالتون میان سر جلسه، ژورنالاتون رو هر معامله زدی ژورنالش رو نوشتی و جلسه بعدی دیگه با لپتاپ بچه دوستان میان بالا و ژورنالاشون رو نشون میدن و معاملاتشون رو نشون میدن و سود و زیانشون. کسی نیاد جلسه بعدی مثلا معامله بیاره بالا $100 سود به من نشون بده. قرار 10 پیپ سود نشون بدیم بچه. معامله زده باشه مثلا $70 $30 تو سود باشه. قرار بوده 10 پیپ بگیره $150 گرفته باشه. قراره که 10 پیپ گرفته بشه و این طمعه ازتون گرفته بشه. بچه اگه سوالی موضوعی هست بفرمایید جواب بدیم، اگر نه که جلسه رو خاتمه بدیم و دیگه دوستان برن و پیش خانوادهشون. سلامت باشین، قربون شما، موفق باشین. جلسه اول چطور بود؟ ببینید برای ژورنال الان دوستان ویدیو رو ضبط میکنن، خب ویدیو رو برای من ارسال میکنن، من داخل یوتیوب میذارم. هر کسی مشکل داره میتونه بره بعد توی یوتیوب ببینه. هیچ نگران نباشید، توضیح کامل
داده شده. خب یکی عزیزی گفته بدون هیچ استراتژی معامله واسه که استاپ هم نداشته باشه، اگر 10 پیپ سود شد ببندیم، اگر 10 پیپ هم ضرر شد ببندیم. ببینید اصلا قرار نیست ببندی. اگر $1000 هم ضرر شد نبند. اوکی؟ 10 پیپ سود شد ببند، $1000 ضرر شد نبند. ولش کن. بذار اون $1000 اون 10 پیپ رو بهت بده. همگی خسته نباشیم بچه‌ها. امیدوارم که دوره خوبی با هم شروع کرده باشیم. مطالب ابتدایی گفتیم. در جلسات آینده میریم به سمت بحث‌های استراتژی ها و سیستم معاملاتی چیدن ها اینجور مسائل و انشاءالله در طول 2 ماه یک بیسی رو شروع میکنیم که دوستان بتونن بر اساس هم معامله بزنن و کار بکنن. خب من نمیدونم آقا مجید کار داری داداش؟ اگه داری صوتت باز نیست نمیتونی صحبت کنی؟ از بعد چیکار کنیم اینجا رو؟ نه اصلا اکسپرت اینا ولش کن. الان من امروز توضیح دادم دیگه، بحث پیپو توضیح دادم، پوینت رو توضیح دادم، لورج و مارجین اینا رو توضیح دادم. فقط بچه دستی میخوام یاد بگیرید، میخوام خودتون مارجین رو بفهمید چیه، فری مارجین رو بفهمید چیه، حجم گرفتن رو بفهمید چیه، وقتی تغییر میکنید ببینید اینا رو. قرار نیست صرفا گلوری و این سیستم های مدیریت سرمایه بیان برای ما کار کنن. اومدیم یه روزی اصلا اینها به ما خدمات ندادن، خودمون بتونیم حساب بکنیم. خب یعنی دوستمون الان 2 تا گرفته. عزیز من قرار شد روزی 1 2 تا بزنی، نه که الان همین الان 2 تا بزنی. یه چقدر حال داد. برید بزن تا هفته دیگه بزنید عشق کنید. نرید رو ریلاتون ها داداش، نرید رو ریلا. حس عذاب وجدان تا جلسه بعدی به من ندین. رفیقمون رفت رو پراپ. داداش پراپو میپرونی داداش، عزیز من نزن این کارو. بچه‌ها ان شاءالله که موفق باشین. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خسته نباشید. خسته نباشین. خسته نباشین. به سلامت عزیزم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.